فرمایند که در یک زمان یکی از انسانهای صالح بود که خود سیدزاده بود، همسرش هم سیدزاده بود، یعنی اولاد جناب پیغمبر بود. این شخصیت خودش وفات کرد، همسرش همراهی 3 طفل یتیم میگه باقی ماندند. زمان قحطی آمد. این شخصیت میگه این زنی که بگیم اکو همراهی بیوزن مان، همراهی طفلهای یتیمش، نزد امیر شهرش رفت، از او بسیار التماس کرد، گفت من یک زنی تنها هستم، شوهرم وفات کرده است، من یاردم که دستگیری کد. حتی میگه با حالت رسید گفت من سیدزاده هستم، من اولاد جناب پیغمبر هستم. این امیر که از بعض امیرها و سردارهای منافق صورت و خیانتکار بود باور نکرد، و سوی این زن گفت که اگر تو سیدزاده باشی که حجت و دلیل بیار، که یگان شجرتنامه یگان یعنی عهدنامه داری که تو در اصل اولاد پیغمبر هستی. قصه کوتاه هرچند گفت این شخصیت میگه قبولش نکرد، چیزی براش هم نداد. این زن ناامید از او خانه برآمد. این امیره یعنی این سردار و رئیس جاینشینش میگه یک شخصیتی مجوسی آتش پرست بود. علاج نیافت. این زن میگه نزد خانه اون مجوسی رفت، یعنی جاینشین این امیر، نزد خانه وی رفت، از او بسیار التماس و زاره کرد، گفت من بیوزن هستم، 3 طفل یتیم دارم. بعد از اون نامبر کرد، گفت من اولاد پیغمبر هستم، سیدزاده هستم. این شخصیتی مجوسی وقتی فهمید که سیدزاده، میگه بسیار به خوبی پیشوازش گرفت، احترامش کرد، در خانهش مخصوص براش جا کرد، لباسه و سر بدنشون علش کرد و خوراکه های خوب براشون داد. این روز از بین گذشت، شب شد. این امیر میگه بعد از کارش به خانه رفت. وقتی خواب رفت، در خواب میگه صحرای قیامت در خواب دید که در صحرای قیامت است. خداوند جنت براش نمایان کرده است، در نزد یک قصر جنت ایستاده است، خیلی قصر عالی هست و جناب پیغمبرم در نزدش ایستاده است. این امیر شخصیت میپرسه، میگه یا رسول الله این قصر زیبای قدر قصر عالی قصر کی هست؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه این قصر از یک امتهای من است، از یک مسلمانهای امت من است. این امیر میگه که یا رسول الله، میگه از یک یعنی مسلمانهای امتت باشه، منم مسلمان امتی ته هستم، همین قصر برای من ببخش. میگه جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله میگرده به سوش، میگه که ای امیر، میگه در این دعوات حجت و دلیل داری؟ چی نوعی که دین روز فرزندی من دلیل پرسیدی که تو سیدزاده باشی دلیل داری؟ چی نوعی